ماجرای قنداق سیدنا علی رضی الله عنه. و حتی در گذشته ها دستهای بچه رو توی قنداقه میبستن. حالا مادرش فاطمه بنت اسد قنداقه آماده کرد، علی ابن ابی طالب رو گذاشت داخل اون قنداقه و بند قنداقه رو بست. یک حرکت کرد امیرالمؤمنین قنداقه رو پاره کرد. حاج آقا مگه بچه یه روزه چقدر زور داره که میتونه قنداقه رو پاره کنه؟ دستش توی قنداقه بود. فاطمه بنت اسد احساس کرد فرزندش شاید از کودکان معمولی بیشتر قوت و قدرت داره، لذا سعی کرد که یک طناب محکمتر و یک بند قنداقی که جنس محکمتری باشه دور این قنداقه بپیچه که باز نشه و پاره نشه. خیلی تعجب کرد فاطمه بنت اسد. وقتی این حرکت رو دید آمد پیش ابوطالب چیکار بکنه؟ امیرالمومنین خودش به سخن اومد. آره به سخن اومد مثل مقام عظما. قابل توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام اعظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت که این آقا یعنی مقام اعظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت که این آقا یعنی مقام اعظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. صدا مادر من با این دستا میخوام با خدا مناجات کنم، برای چی دست منو میبندی؟ دستای مولود کعبه باز باشه. اريد ان ابسط ربی، میخوام با خدا راز و نیاز بکنم. جناب حاج آقا مگه بچه یه روزه مکلفه؟ حالا چجوری مناجات میکرده؟ خود چرا هیچ کس در آن زمان ندیده که علی رضی الله عنه دست به آسمان مناجات میکنه؟ قرنها کسی از این حادثه مهم خبر نداشت؟ آیا عاقلانه است که چنین اتفاق مهمی در تاریخ رخ بده و قرنها بعد مردم از آن مطلع شوند؟ آیا خود علی رضی الله عنه و فرزندانش چنین ادعایی کردند؟ فاطمه بنت اسد گفت فرزندم تو این کودکی این حرفا رو میزنی، مثلا کاری هر جو تو میگی من همونطور انجام بدم. و همچنین صدا زد مادر من با این دستان میخوام با ملائکه مصافحه کنم. حاجی دروغ حرف زدن کافی نبود که مصافحه با ملائکه هم بهش اضافه کردید؟ دنیا بدونن علی ابن ابی طالب کیه، اون علی که اونقدر مظلومش کردن این روز اولشه. حاجی این علی که اینقدر زور داره که روز اول قنداقش رو پاره میکنه و در گهواره سخن میگه، چطور از پس همون کسایی که میگید بهش ظلم کردن بر نیومد؟ این کسیست که خدا جبرئیل رو برای تبریک میفرسته. حالا جبریل این تبریک رو به کی گفته؟ به ابوطالب و فاطمه بنت اسد؟ کارتون به جایی رسیده که ادعا میکنید جبرئیل نه تنها با علی بلکه با پدر و مادرش هم نشست و برخاست داشته. این کسیست که با ملائکه مصافحه میکنه. حضرت ابوطالب فرمود به زودی از این فرزند خبرهای مهمتری به گوش همه خواهد رسید. ادعای غیب واسه ائمه کافی نبود که برای ابوطالب هم ادعای علم غیب میکنید؟ ادعای ولادت زنانی با عنوان شیر دادن آوردیم، چون اون زمان مرسوم بود که دایه‌ای میگرفتن برای
فرزند امیرالمومنین هیچ زنی رو قبول نکرد و سینه‌ش رو به دهان نگرفت. پیغمبر رو صدا زدن یا رسول الله بچه شیر میخواد، هیچ زنی رو شیرش رو قبول نمیکنه، چه کار کنیم؟ تا امیرالمومنین وارد شد پیغمبر، امیرالمومنین سلام کرد به پیغمبر. حاج آقا دروغ میگید یه دروغ معقول بگید. آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن زمان که 30 سال سن داشتن، هنوزم به پیامبری مبعوث نشده بودن، چطور صدا میزدن یا رسول الله؟ حالا علی یک روزه از کجا میدونه که محمد 30 ساله پیامبره؟ صدا زد، بهش حرکتی داد، اشاره کرد که منو در آغوشت بگیر و دوباره مثل روز گذشته از زبانت به من آب گوارا بنوشان. این جواب همه اوناشون، یعنی شیری که علی ابن ابی طالب باید بخوره از دهان مبارک پیغمبره. پس بنابر گفته شما رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر شیری علی هستند و فاطمه هم می شود خواهر شیریش و علی هم با خواهر شیریش فاطمه ازدواج کرده و حسن و حسین پدرشان می شود داییشان و مادرشان می شود عمهشان. هاشا که اهل بیت چنین باشند. پیغمبر گرفت تو آغوشش، همه گفتن راستی انگار با پیغمبر سابقه داشته ها، چطور میشناسه؟ همین که میگم تو بغل پیغمبر محکم میره تو بغل پیغمبر. حاج آقا بازم که دروغ گفتی آخه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن زمان 30 سال سن داشتند و به پیامبری مبعوث نشده بودند. حالا چطور همه گفتن راستی انگار با پیغمبر سابقه داشته ها؟